برنامه قبلی که خدمت عزیزان داشتیم انشالله در تاریخ 13 لغایت 15 آبان ماه برگزار خواهیم کرد در 3 روز که برنامه دقیق مسابقات بعد از انجام قرعه کشی مشخص خواهد شد. روال تعیین تیم ها بر اساس مقررات جام حذفی باشگاه کشور و همانند دو مرحله قبلی خواهد بود. تیم هایی که در مرحله قبل میزبان بودند طبق آیین‌نامه در مرحله سوم مهمان خواهند بود و بالعکس تیم هایی که میهمان بودند و به این مرحله از مسابقات صعود کردند در مرحله سوم میزبان خواهند بود. تنها استثنایی که ممکنه وجود داشته باشه این هستش که اگر دو تیمی که در مراحل قبلی میزبان یا هر دو میهمان بودن یا تیم‌های لیگ یکی که هنوز دیداری رو در رقابت‌های جام حذفی فصل جاری برگزار نکردن اگر به هم دیگه بخورن نیاز هست که مجددا ما برای تعیین میزبان و مهمانی قرعه دوم و مجدد رو داشته باشیم. خب در خدمت دوستان و همکاران عزیز هستم. جناب آقای فرهانی مسئول محترم لیگ یک فوتبال کشور و جناب آقای محمود زاده از مسئولان رئیس سنی پایه کشور که انشالله زحمت قرعه کشی مسابقات رو این مرحله مسابقات رو به عهده خواهند داشت. نکته‌ای که باید بهش توجه بشه این هستش که هر دو گویی که در میاد در واقع نشان دهنده دیداری هستش که برگزار خواهد شد بین این دو تیم. گوی اولی که آقای فراهانی در واقع اعلام میکنه، یعنی هر گویی که آقای فراهانی همکارم اعلام میکنه میزبان خواهد بود و طبیعتا گویی که آقای محمود زاده اعلام میکنه تیم میهمان خواهد بود، مگر آنکه این سه موردی که خدمتتون عرض کردم و نیاز به قرعه کشی مجدد داشت. تکرار میکنم دو تیمی که در مرحله قبل هر دو میزبان بودن یا هر دو میهمان بودن و یا دو تیم دیگه یکی که تا الان بازی در مسابقات نداشتن. خب وارد مرحله قرعه کشی میشیم. باشم این هستش که خب دوستان زحمت بکشن که بخواهیم آماده بشیم برای آغاز قرعه کشی. یک تا به اینجای مسابقات 19 دیدار مسابقات جام حذفی برگزار شده. یک دیدار که قاعدتا بین تیم‌های شناورسازی قشم و نخل بم کرمان دیدار شماره 17 بازی 17 هستش. به دلیل مفتوح بودن پرونده در کمیته انضباطی که بین تیم‌های نخل بم و امید نیشابور هستش، چون مفتوح هستش ما طبیعتا در این گویایی که هستش عنوان شده که یکی از قرعه‌ها هست به نام برنده دیدار 17 که خب این هم تنها دیداری هستش که بعد از تعیین حکم کمیته انضباطی مشخص خواهد شد که چه تیمی هست و مسابقه در کجا برگزار خواهد شد. بقیه موارد رو بفرمایید. آغاز می‌کنیم. اولین دیدار که غالباً دیدار شماره 20 جام حذفی مسابقات فصل جاری خواهد بود. تیم میزبان آقای فراهانی پالایش نفت بندرعباس. نیروی زمینی تهران. پالایش نفت بندرعباس و نیروی زمینی تهران دو تیم لیگ یکی که طبیعتا نیاز خواهد داشتش در پایان میزبان و میهمانی با قید قرعه مشخص بشه. دومین دیدار شماره 21 صنعت نفت آبادان. شهید قندی یزد. صنعت نفت آبادان و شهید قندی یزد هست. از اونجایی که شهید قندی یزد در مرحله قبلی میهمان تیم کیای تهران بوده و موفق به صعود شده، طبیعتا در این دیدار میزبان شهید قندی یزد هست، میزبان صنعت نفت آبادان. دیدار سوم میزبان پیکان تهران. ستارگان آبی پوش زیدون. پیکان تهران و ستارگان آبی پوش زیدون. خب ستارگان آبی پوش میزبان بوده، طبیعتا توی این مرحله میهمان پیکان تهران خواهد بود. بازی شماره 20 که لحظه بین پالایش نفت بندرعباس و
نیروی زمینی تهران به تیم لیگ یکی. عرض کردیم که علیرغم اینکه تیم اول در واقع آقای فراهانی در میاره، اما تو اون سه حالت نیاز به قرعه کشی مجدد برای تعیین میزبان موفق. شهرداری نوشهر. نفت و گاز گچساران. از دو تیم لیگ یکی. شهرداری نوشهر و نفت و گاز قرعه کشی مجدد خواهد بود. مثل سنگون. پادنام میمند فارس. پادنام میمند فارس در مرحله قبل میزبان بود، در نتیجه میهمان مثل سنگون ورزقان خواهد بود. یاران سلامت ایرانیان. نفت مسجد سلیمان. یا سلامت ایرانیان در مرحله اول میهمان بود، در نتیجه در این مرحله میزبان نفت مسجد سلیمان. برنده دیدار شماره 17. شهید هادی البرز. برنده دیدار شماره 17 همونطور که عرض کردم مابین شناورسازی قش و نخل و دم هستش و شهید هادی البرز به این دیداری هستش که طبق عرایض ابتدایی بنده بعد از تعیین نتیجه در کمیته انضباطی تعیین تکلیف خواهد شد. هشتمین دیدار. فرد البرز. سایپای تهران. فرد البرز تیمی که در مرحله قبلی میزبان بوده، نتیجتا سایپای تهران میزبان تیم فرد البرز خواهد بود. شاهین تهران. شاهین بندر آمری. شاهین تهران میهمان بوده و شاهین بندرآمری میزبان، در نتیجه در این مرحله شاهین تهران میزبان شاهین بندرآمری خواهد بود. فولاد هرمزگان. عقاب تهران. فولاد هرمزگان و عقاب تهران. عقاب تهران میزبان بوده، میزبان عقاب ایلام و فولاد هرمزگان میهمان خوش طلایی در مشهد بوده، در نتیجه فولاد هرمزگان میزبان عقاب تهران خواهد بود. فجر شهید سپاسی شیراز. شهرداری بندرعباس. شهرداری بندرعباس در مرحله قبل میزبان پشتیبان پاوه بوده، در نتیجه فجر شهید سپاسی میزبان شهرداری بندرعباس خواهد بود. آبی‌پوشان حمیدیه. شهرداری آستارا. آبی‌پوشان حمیدیه و شهرداری آستارا. آبی‌پوشان حمیدیه در مرحله قبلی میزبان اتحاد کیش بوده، در نتیجه شهرداری آستارا در این مرحله میزبان آبی‌پوشان حمیدیه از استان خوزستان خواهد بود. آریو اسلام شهر. مثل شهر بابک. آریو اسلام شهر و مثل شهر بابک نیاز به قرعه کشی تعیین میزبان و میهمانی خواهد داشت. هر دو تیم لیگ.
پاس همدان. مثل کرمان. پاس همدان در مرحله قبلی میزبان تیم پارسه ساری بود، در نتیجه مثل کرمان در این مرحله میزبانی خواهد کرد از تیم پاس همدان. شهرراز شیراز. بعثت کرمانشاه. دو تیم دیگه لیگ یکی که طبیعتا نیاز به قرعه کشی تعیین میزبان و میهمان خواهند داشت. داماشیان گیلان. پارس جنوبی جمع. و به همین منوال داماشیان گیلان و پارس جنوبی جمع. خب با توجه به قرعه کشی انجام شده 5 دیدار هستش که نیاز هستش که تعیین میزبان و میهمانی درش انجام بشه. 5 دیداری که هر دو طرفش تیم‌های لیگ یکی هستن، همونطور که خدمتتون در توضیحات ابتدا عرض کردم. خب اولین بازی پالایش نفت بندرعباس و نیروی زمینی تهران. داخل اون فکر کنم هستش. پالایش نفت بندرعباس. میزبان. بذار بقیه هم نشون بدیم. میهمان. نیروی زمینی تهران. پس بازی تیم‌های پالایش نفت بندرعباس و نیروی زمینی تهران به میزبانی تیم بندرعباس برگزار خواهد شد. دومین دیدار که نیاز هستش تعیین میزبانی و میهمانی انجام میشه شهرداری نوشهر و نفت و گاز گچساران. شهرداری نوشهر. میهمان. و قاعدتا لوگوی باقی مانده نشان از میزبانی نفت و گاز گچساران از تیم شهرداری نوشهر خواهد داشت. نفت و گاز گچساران. میزبان. دو تیم بعدی آریا اسلامشهر و مثل شهر بابک هست. مثل شهر بابک. میزبان. آریا اسلامشهر. میهمان. پس دیدار این دو تیم به میزبانی مثل شهر بابک برگزار خواهد شد. شهرراز شیراز و بعثت کرمانشاه. شهرراز شیراز. میزبان. شهرراز شیراز میزبان بعثت کرمانشاه. بعثت کرمانشاه. میهمان. و آخرین دیدار از این مرحله که بین تیم‌های داماشیان گیلان و پارس جنوبی جمع برگزار خواهد شد که با قید قرعه مشخص خواهد شد که این بازی به میزبانی کدام یک از این دو تیم برگزار خواهد شد. پارس جنوبی جمع. میهمان.
آخرین گروه‌ها که نشان دهنده میزبانی داماشیان گیلان. میزبان داماشیان گیلان خواهد بود. 16 دیداری که در این مرحله دور سوم مسابقات جام حذفی برگزار خواهد شد به ترتیبی که نام تیم میزبان اول ذکر میشه به این ترتیب خواهد بود: پالایش نفت بندرعباس میزبان نیروزمینی تهران، شهیدخندی یزد میزبان صنعت نفت آبادان، پیکان تهران میزبان ستارگان آبی‌پوش زیدون، نفت و گاز گیسو میزبان شهرداری نوشهر، مثل سنگون برزقان میزبان پادنامه‌مند فارس، یاران سلامت ایرانیان از استان تهران میزبان نفت مسجد سلیمان. برنده دیدار شماره 17 و شهید هادی البرز پس از تعیین تکلیف پرونده در کمیته انضباطی مشخص خواهد شد که آیا نیاز به قرعه‌کشی خواهد بود یا خیر، که یه توضیح آخر سر باز مجدد من خدمتتون میدم. سایپای تهران میزبان تیم فرد البرز، شاهین تهران میزبان شاهین بندرآمدی از استان بوشهر، فولاد هرمزگان میزبان عقاب تهران، فرج شهید سپاسی میزبان شهرداری بندرعباس، شهرداری آستارا میزبان آبی‌پوشان حمیدیه خوزستان، مثل شهر بابک میزبان آریا اسلام شهر، مثل کرمان میزبان پاس همدان، شهر راز شیراز میزبان بهست کرمانشاه و داماشیان گیلان میزبان پارس جنوبی جمع. اما در خصوص دیدار شماره 17 از اونجایی که شناورسازی قش با نقل بند در حال حاضر بازی داره، با مشخص با توجه به آیین‌نامه اگر تیم شناورسازی قش برنده بشه طبیعتا میهمان و میزبانیش با شهید هادی البرز به این سبک خواهد بود که چون شهید هادی البرز میهمان بوده بازی در کرج البرز برگزار خواهد شد، اما اگر نقل بنده بره نیاز به قرعه‌کشی خواهد بود. اگر جایگزین این تیم امید نیشابور بشود که باز همین فرمول برای اونجا استفاده خواهد شد، چون که بازی امید نیشابور و شناورسازی قش در نیشابور برگزار خواهد شد که بر اساس اون قرعه‌کشی بعضا نیاز خواهد بود که مجدد انجام بشه. 15 تیم میزبان و میهمانی مشخص شد و 16 دیدار. مسابقات هم همونطور که خدمتتون عرض شد انشالله 13 تا 15 آبان ماه دور سوم برگزار خواهد شد به منظور تعیین 16 تیم صعود کننده به مرحله 1/16 رقابت‌های جام حذفی. سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادید و در این جلسه حضور داشتید و تشکر میکنم از کلیه همکاران ارجمندم در این جلسه. روز خوبی داشته باشید. خدا نگهدار.